أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از علم گراماتیک زبان عربی، از علم صرف، از کتاب صرفی میر یک درس گرفتیم. چطوره که بنده اینجا نوشته کردم صرفی میر، درس امروزه ما و شما درس دوم می باشد از این کتابی که حالا شروع کردیم. و آن چیزی که شما نوشتگی می بینید این وزنهای اسم می باشد. بنده پیش از اونه که ثبت را شروع بکنیم اولا اینها را نوشته کردم تا اینکه درسمان زمانش طولانی نشود. پیش از اونه که این وزنها را بخوانیم اولا اینجا ما و شما دو فصل را میخوانیم، میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید. کسانی که خودی همین چاپ را دارید پس از اینجا فصلون گفته شروع میشود. خب صاحب کتاب میگوید که فصلون یعنی که فصل، موضوع جدید، موضوع نو را صاحب کتاب برای ما و شما پیشنهاد میکند. میگوید اسم را سه بناست. اسم را میگوید سه بناست، همون چیزی که در بدون خوانده بودیم. در اونجا فقط گفته بود که اسم بر سه قسم تقسیم میشود. اینجا میگوید که اسم را سه بناست. پس در یادتون بگیرید بنا و صیغه و وزن و شکل و هیئت، این پنج کلمه را در ذهنتون جا کنید که به یک معنا هست. وقتی ما میگیم صیغه یعنی که بنا، یعنی وزن، یعنی شکل، یعنی هیئت، همش یک چیز است، فقط نامهاشون فرق میکند و این را در ذهنتون داشته باشید. پس وقتی که ما میگیم اسم را سه بناست یعنی اسم سه وزن دارد، اسم سه وزن دارد. و ثلاثی و رباعی و خماسی، در بدون این مسئله را گرفته بودیم. ثلاثی می شود و رباعی می شود و خماسی می شود و هر یکی از این بناها بر دو وجه هست. بر دو وجه هست یعنی بر دو قسم است. هر یکی از اینها یعنی ثلاثی دو قسمه، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید. الله خودش میگوید رباعی دو قسم است، رباعی مجرد، رباعی مزید. خماسی دو قسم است، خماسی مجرد، خماسی مزید. اما درباره وزنهای اسم ما چیزی گرفتگی نبودیم در بدون، فقط ما درباره فعل و در 22 باب صرفی وزنهای فعل را گرفتگی بودیم. اکنون میگه که اسم ثلاثی و رباعی و خماسی هست و هر یکی از این بناها بر دو وجه هست، یعنی بر دو قسم است. چطور گفتیم؟ ثلاثی هستند، رباعی، هر یک کدامش. یکی مجرد از زواید، مجرد از زواید یعنی خالی از حرفای زایده هستند. زواید یعنی حرفای زایده. حرفای زایده را در بدون نوشتگی بودیم، یاد تونده باشه چی بود؟ سألتمونیها، 10 تا حرف. پس زواید گفتیم فقط از همین 10 حرف می آید. سألتمونیها، از همین 10 حرف زواید می آید. پس میگوید یکی مجرد از زواید یعنی خالی از حرفای زایده هستند، یعنی حرفاشان حرفای اصلی هستند. چطوری که در 22 باب صرفی ما و شما حرفای زاید را و حرفای اصلی را بیان کرده بودیم. یعنی اکنون مجرد از زواید بیان میکند، میگوید که یعنی همه حروف وی اصلی باشد، یعنی حرفاش همش اصلی هستند، حرف زایده ندارد. مثلا ضربه حرف زایده دارد؟ ندارد. مثلا دحرجه حرف زایده دارد؟ ندارد. پس انا همین طور میگوید همه حرفشون زواید است. لیکن مثالی که من آوردم درباره فعل بود، این درباره اسم گفته سعی. باز چی میگوید؟ میگوید که و دیگری مزیدون فیهی که در وی حرف زاید باشد. باز میگوید مزیدون فیهی است که در اون میگه حرف زایده هست، حرف زایده در اون هست. و اکنون مزیدون فیهی که در وی حرف زایده باشد گفت و خلاص، یعنی حرف زایده در او هست. مثلا اسم وزن شریفون
شریف اون اسم است، لیکن در اون اسم چی هست؟ زایده است، حرف زایده است. حرف چی است اون حرف زایده؟ حرف یا، شریفون. یا مثلا فاعل زایده است، حرف زایدهش چی است؟ الف. حالا صاحب کتاب خودشم بیان میکند. خب دقت بتید، اکنون میگه که و فعل را دو بناست. با گفتم نه در بدونم که اسم ها سه قسم میشوند، ثلاثی، رباعی، خماسی. فعل ها باشد گفتم دو قسم میشود، ثلاثی و رباعی. اکنون همون را بیان میکنند، میگه که و فعل را دو بناست، ثلاثی و رباعی. اکنون ثلاثی و رباعی بس، خماسی نداره فعل. و هر یک از این دو بنا، یعنی هر یک از این دو وزن یا دو شکل یا دو صیغه مجرد باشد و مزید فیه. اکنون باز فعلم ثلاثی مجرد داریم، ثلاثی مزید داریم، رباعی مجرد داریم، رباعی مزید داریم. بر آن قیاس که دانسته شد در اسم. اکنون این کلمه بر آن قیاس که دانسته شد در اسم معناش چی است؟ معناش که در بالا میگه من مجرد رو و مزید رو بیان کردم، میگه رنگ همون میگه مجرد که همه حروف وی اصلی باشه. چطور صاحب کتاب خودش گفت؟ پس میگه فعل دم همین طور است، همه حرفاش اصلی. و مزید فیه که در وی حرف زاید باشد. برای خاطر گفت که بر آن قیاس، یعنی به همون معنایی که بر همون سخنهایی که در بالا دانسته شد در اسم، در بالا دانسته شد، انا همون میگوید و مثل همون. یعنی ثلاثی مجرد است و ثلاثی مزید، و رباعی مجرد است و رباعی مزید. مجرد یعنی همه حرفاش اصلی و مزید در اون حرف چی است؟ زیادتی هست. اکنون دیگر این رو ما و شما میدونیم. ثلاثی مجرد همگیش چند باب داریم؟ خواندگی بودیم 6 باب ثلاثی مجرد. و ثلاثی مزید چند تا بود؟ 12 باب. 6 قطعه 12 میشه و 18 تا. و رباعی میگوید رباعی مجرد چند باب داریم؟ 1 تا. قطعه اون 18 شد 19 تا. و رباعی مزید 3 باب داریم. 19 قطعه 3 چند میشود؟ 22 باب. پس 22 باب صرفیه که ما و شما درس کردیم و با تفصیل خوندیم، همون را در اینجا تفصیلش است. او را که خواندگی، هر کسی که خواندگی باشد، پس این گپ رو دیگر به سادگی فهمید که یعنی چی. اکنون فصل اول بود چی؟ درباره بناهای اسم و فعل که ثلاثی و رباعی خماسی میشود فعل، اسم ثلاثی و رباعی میشود فعل. اکنون میگوید که فصلون، باز یک موضوع جدید دیگر، فصل نو، موضوع نو. او درباره موضوع نو درباره چی گپ میزند؟ درباره میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زائده. اکنون ما گفتیم میزان یعنی که بنا ثلاثی و رباعی و خماسی است، اصلی است تو زائده است. اکید ما از کجا بشناسیم؟ میگه میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زائده فا و عین و لام است. همون چیزی که در بدان خوانده بودیم میزان کلام عرب فا و عین و لام است، همون گپ است، یگون چیز زیادتی ندارد. میزان کلام عرب فا و عین و لام است. اینجا هم همون گپ گفته است که برای حرفی را از اصلی را از حرفای زائده میخوای جدا بکنی، پس ترازوی تو میگه فا و عین و لام هست. پس هر حرفی که در مقابله یکی از حروف ثلاثه باشد اصلی بود. ما و شما را بارها نوشتیم، در 22 باب صرفی می نوشتیم، می گفتیم میزان و موزون، ترازو و آن کلمه که می کشیدیم، ان همون گپ است. میگوید که پس هر حرفی که در مقابله یکی از حروف ثلاثه باشد اصلی بود. چون رجلون که بر وزن فعولون هست. اینجا که داسکه ما، تخته ما پر است، در اینجا می نویسیم. ببینید رجلون، رجلون. اکنون ما چقدر ترازو میکشیم؟ ترازو کشی چطور است؟ در اینجا در اول ف، دویم کلمش حرفش عین، سومش لام. پس حرکت چه به مثل همین حرکت میمونیم، فعولون، فعولون. پس رجلون بر وزن فعولون بوده است. همه حرفاش حرفای چی هستند؟ اصلی است، حرف زیادتی ندارد. بر وزن فعولون است. و نصره که بر وزن فعل است. اکنون بیاد فعل، این اسم بود، مثال برای اسم. مثال برای فعل نصره، نصره. نصره بر وزن چی هست؟ فعل، ف عین لام. ببینید حرکت چه به مثل همین حرکت بمونیم، فعل، زیرا که نصره
فعل. پس فعل یگان حرف زایدتی است؟ نه نیست. پس اینها همشون چی هستند؟ حرفای اصلی هستند. پس ثلاثی مجرد است، ثلاثی مزید نیستن اینها که بر وزن و نصره که بر وزن فعل هست، چطوری که اینجا نوشتیمش. اکنون در دوامش میگوید که و هر حرفی که در مقابل اینها نباشد زائده بود. اکنون هر حرفی را دیدیم که در روپروی ف و عین لام نیست. اینجا را خالی کنیم برای باز نوشتن. ببینید هر کلمه را دیدیم که در مقابل ف و عین لام نیو با یک حرف زیادتی دارد. و مثل چی؟ و مثل ببینید ضاربون، ضاربون. دویمش چی است؟ بر وزن ضاربون و ناصرون. دقت بدید، ناصرون. اکنون اینها را دقت بدید. ضاربون اصلش ضاد ر و ب اصل باب است. پس در اصل باب یکم حرف در حرف فعل می نویسیم. این حرف از همون حرفای سألتمونی ها است. پس خودی همین الف هم می نویسیم. بعد عین و این دیگرش لام. پس چی میشه دست؟ فاعلون. ضاربون بر وزن فاعلون است. ناصرون همچنین بر وزن چی است؟ فاعلون. پس ضاربون و ناصرون هر دوش میشه بر وزن فاعلون. پس در اینجا حرف زایدتی کدام است؟ حرف الف است. ببینید الف، در اینش هم الف است. پس هر دوش الف زیادتی است. ضاربون اصل ضاد ر و ب، ضربه اصل باب است. فاعلون ف و عین لام اصل باب است، الف زیادتی است. در اینجا همچنین ناصرون اصلش نصره هست و الفش زائده می باشد. این بود حرفای زائده که بر وزن فاعلون است. میگوید ضاربون و ناصرون که بر وزن فاعلون هست. و ینصرو و یطلبو بر وزن یفعلو هست. اکنون حرفای زائده می نویسد. اینجا اصلا میگوید حرفای زائده، لیکن این مثال های می آوردگیش اصلا برای حرفای زائده نیست، زیرا که ینصرو از نصره گرفتگی همه حرفاش اصلی است. اما برای تعلیم میگوید که ینصرو. دقت بدید، ینصرو یکم. و دوم یطلبو. اکنون ینصرو یطلبو بر وزن چی هست؟ میگه یفعلو. همین حرفایی که میبینید حرف اول در حرف یا حرف زیادتی که است، یا را می نویسیم میشه چی؟ این حرکت چه نگاه میکنیم، با این حرکتی ترازو را ماندن میگیریم. یفعلو. این دم همچنین یطلبو بر وزن یفعلو. اکنون دقت بدید، ینصرو بر وزن یفعلو حرف زایده که جدا است، این حرف یا است. زیرا که ترازو گفتیم در زبان عرب ف و عین لام است. پس نصره اصل کلمه بوده است. یطلبو که بر وزن یفعلو هست، یا روات زیادتی ببراریم، در اینجا باقی چی میموند؟ طلبه یطلبو یعنی طلب کرد، درخواست کرد. نصر ینصرو یعنی یاردم کرد. پس دیدید حرفای زایده اینها را میگه. اصلا این ینصرو یطلبو زایده نیست، اصلی است، زیرا که فعل ماضیشون نصره است، حرف زیادتی ندارد. و طلبه است، فعل ماضیش طلبه است، حرف زیادتی ندارد. اما برای چی آورد؟ برای تعلیم، برای یادگیری که غیر ف و عین لام دیدی بدون حرفی زایده هست. خب این بود در موضوع زائده و اینجا را پاک میکنیم. خب ببینیم صاحب کتاب باز چی میگوید. میگوید که و ینصرو و یطلبو بر وزن یفعلو هست. چطوری که نویستیم؟ در بنای رباعی اسم و فعل لام یک بار مکرر شود. این را دقت دادید؟ یعنی میگوید که ف عین لام این در فعل چی هست؟ میگه در فعل ثلاثی یا در بنای ثلاثی. در رباعی اسم و فعل لام یک بار مکرر شود. انا که ما رباعی کردنی که باشیم ف و عین چیکارش میکنیم؟ دو تا لام. اگر خماسی باشه چی؟ میگه که و در خماسی اسم دو بار چنانچه معلوم گردد. در خماسی میگه با لام دیگه زیادی که چند تا لام شد؟ 3 تا. گپی بدون آسان تر است. در بدون خونده بودیم میزان کلام عرب ف و عین لام است. ما گفتیم در بدون که
ف و عین لام در ثلاثی ف و عین یک لام است، در رباعی ف و عین دو لام است، در خماسی ف و عین سه لام است. همون گپ بیدان آسانتر است از این گپ. معنی هرش یک چیز است، فقط در فهمیدن اون آسانتر است. چی میگوید؟ میگوید که در بینای رباعی اسم و فعل لام یک بار مکرر شود. دیدین این رباعی است، یا تبود یا دیگه تکرارش کردیم. و در خماسی اسم دو بار چنانچه معلوم گردد. در خماسی میگه لام دو بار تکرار. ببینید این یک تا اصلی است، این یک تا تکرار، این یک تا تکرار، دو تا تکرار شد. این چطور گفتیم در بیدان آسانتر و بهتر گفتگی است. خب به همین این فصل با آخر رسید. چنانچه معلوم گردد میگه، یعنی در آینده باز این موضوع را به تفصیل صاحب کتاب صرف میر صحبت میکند. در آخر صاحب کتاب صرف میر این را چکار میکند؟ به تفصیل صحبت میکند. انا اکنون میگذاریم در این چیزهایی که ما نوشتیم. ما و شما وزنها بابهای فعل را خواندیم نه؟ 22 باب میشید، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید، همگی 22 باب میشد. اکنون در اسم چی طور است؟ بابهای اسم ثلاثی مجرد همگی 10 وزن دارد، 10 باب دارد، اینجا همش هست. رباعی مجرد همگی 5 تا وزن دارد، اینجا همش هست، وزن ها با مثال هاش. خماسی مجرد همگی 4 وزن دارد، خماسی مزید همگی 5 وزن دارد. اکنون حساب کنید، ثلاثی مجرد همگی 10 تا وزن، رباعی مجرد 5 تا، 10 تا قطع 5 تا چند می شود؟ 15 تا. خماسی مجرد 4 تا، 15 قطع 4 19 تا. خماسی مزید 5 تا دارد، 19 قطع 5 چند می شود؟ 24 تا. اکنون این 24 تا وزنهای اسم هستند، ترازوی برای برکشیدن اسم ها هستند. ما شما 22 باب صرفی بابهای فعلی را خوانده بودیم. اکنون اینجا ده ما بابهای اسمی را میخونیم، وزنهای اسم را. خب صاحب کتاب اکنون میگوید که فصلون، اکنون درباره چی صحبت میکند؟ موضوع نو. فصل یعنی چی گفتیم؟ درباره ترازوهای ثلاثی مجرد و رباعی مجرد و رباعی خماسی مجرد و خماسی مزید. میگوید که اسم ثلاثی مجرد را 10 صیغه است. چطور گفتیم؟ صیغه، بنا، وزن، هیئت، شکل، 5 چیز به یک معنا هست. 5 میگه که اسم ثلاثی مجرد را 10 صیغه است. 10 صیغه گفتیم 10 وزن است. این همون اسم ثلاثی مجرد است، این همون 10 تا وزن است. بیاید اکنون یک تا دقت میتیم که اونها چی است. یکم وزن میگوید فلسون. ببینید فلسون. پس فلسون بر وزن چی می شود؟ فعلون. یکم ترازوی ما. فلسون بر وزن فعلون. دقت دادید؟ ببینید ف در روپروی ف است، عین ساکن است که در روپروی لام است، لام در مقابل سین است. فلسون بر وزن چی شد؟ فعلون. فلسون معنیش پول، جمعش فلوس، یعنی پولها. فلسون بر وزن فعلون. این یکم وزن ثلاثی مجرد است. دویمش چی؟ دویمش فرسون. این دویمش است. دویمش فرسون. فرسون بر وزن چی است؟ ما سه تگکی است، فا و عین لام قطعی میکشیم. فرسون میگیم بر وزن فعلون. یک چیز دیگه ناگفته نماند. آخری کلمات که حرکت را میبینید که مثلا فلسون میگیم، حرف سین حرکتش یا این حرف سین فرسون حرکتش، این حرکت آخری کلمه این وابسته به علم نحو است. علم صرف با آخری کلمه کار ندارد، تا پیش از آخری کلمه در کار دارد. علم صرف وظیفهش تا پیش از آخر است. اما آخرش فلسون میگی، فلسین میگوی، فلسن میگوی، میگه من کار ندارم. علم صرف میگه که من کار ندارم، زیرا اینکه وظیفه علم نحو است. هر کس وظیفه خودش کار میکند. علم نحو با یکم و دویم حرکت کلمه کار ندارد، فقط به آخری کلمه کار دارد. اما علم صرف تا پیش از آخری کلمه در کار دارد. آخری کلمه در علم صرف کار ندارد. از این حساب دقت بدید که ف حرکت دارد، لام حرکت دارد. خلاص ف عین حرکت میتیم، لام آخرش چی؟ فعله. لام چی؟ نه، ما لام قطعی کار نداریم. خب فرسون. فرسون بر وزن چی هست؟ فعلون. ببینید
یکم حرفش ف حرکت داره، این ف هم حرکت داره. دویم حرف ر است، در مقابل لام است، حرکت داره. خلاص اکنون آخرش را گفتیم ما کار نداریم. این وظیفه علمی نحو است. فرسون معناش چی است؟ اسب. فرس گفته چی را میگن؟ اسب را میگویند. این دویم وزن. سوم وزن چی است؟ سوم وزن کتیفون. کتیفون. دقت کنید کاف فتحه دارد، ت دویم حرف کسره دارد. اکنون در ترازو همین کار را میکنیم. یک من نگاه میکنیم فتحه دارد، ما هم فتحه میتیم میگیم که ف دویمش تی کسره دارد، عین هم کسره میتیم میشه چی؟ کتی فاعلون. کتیفون فاعلون. اکنون کتیفون معنیش چی؟ یعنی شانه، کتیف. ما شما کتیف میگیم، شانه ترجمهش. و چهارم این وزن چهارم ثلاثی مجرد این عضدون هست. عضدون. یکم حرف نگاه میکنیم در مقابل ف فتحه دارد، ف را فتحه دادیم ف. دویم حرف عین کلمه ضمه که است، عین کلمه را ما هم ضمه میتیم میشه چی؟ فاعو. فاعو. زیرا که عضو فاعلون. عضدون. دیدید؟ عضدون یعنی که بازو، اینجا را میگویند عضد، بازو با فارسی، با تاجیکی. عضدون یعنی فاعلون. این چهارم بود. پنجم وزن ثلاثی مجرد این چی است؟ حبرون. حبرون. ببینید حبرون. حبرون بر وزن چی است؟ ترازو را نگاه کنید. یکم کلمه نگاه میکنیم که کسره است، دویم حرف ب در مقابل لام کلمه ساکن است. پس فعلون بر وزن حبرون، بر وزن فعلون. حبرون معنیش رنگ. معنای حبر چی بوده است؟ رنگ. و ششم وزن ثلاثی مجرد این چی است؟ عنبون. عنبون. عنبون بر وزن چی میشه اکنون؟ فعلون. فعلون. عنبون بر وزن فعلون. یعنی عنب معنیش ترجمهش چی است؟ انگور. عنبون انگور. و هفتم ترازوی ما، هفتم وزن ما ایبیلون. موزون ایبیلون. وزن چی می شود؟ فیعلون. هر دی اول کلمه چی است؟ کسره که دارد، در ترازو هم کسره میتیم. فیعلون. ایبیلون. فیعلون. ایبیلون یعنی که شتر. ایبیل گفته چی را میگن؟ شتر را میگوین. هشتم باب از بابای ثلاثی مجرد این بر وزن قفلون. قفلون بر وزن چی می شود؟ فعلون. دقت بتید حرکت را. فعلون بر وزن قفلون. قفل ما شما تو قلف میگیم، فقط لام اول میاریم، فعل در اخیر میمونیم. قلف. قفل یعنی همون قلف. بر وزن چی است؟ فعلون. و نهم وزن ثلاثی مجرد سردون. سردون. سردون بر وزن چی میشه که یکمش ضمه، دویمش فتحه میشود فعلون. سردون. فعلون. سردون یعنی شاهین، پرنده. خب سردون بر وزن فعلون. و آخرین وزن ثلاثی مجرد این چی است؟ این عنقون. عنقون. ببینید یکمش ضمه، دویمش هم ضمه، پس چی شد؟ عنقون فعلون. عنقون فعلون. دقت دادید؟ پس عنقون چی؟ گردن. اونا گفته چرا میگن؟ گردن میگن. پس این 10 بابی ثلاثی مجرد است. نمی 10 کلمه را شما اگر از یاد کردید و حفظ کردید، پس شما بدونید که اسم های ثلاثی مجرد و وزن هاش از یاد کردید. از این بهتر و خوبتر و آسانتر یک مثال دیگه براتون میتیم، اگر که اینها در نظرتون حفظ کردن قین باشد. دقت بتید. ترازوی ما چی است؟ ف عین لام. همین طور نیست؟ ف و عین و لام. اکنون دقت بتید. یکم حرف ما در چی است؟ ترازوی ما فتحه دارد. پس ما اینجا این ترازومون فتحه میتیم. دقت دادید؟ فتحه. وقتی فتحه کی دادیم، عین باب 4 حرکت قبول میکند. اونها چی است؟ دقت دید. یکم ساکن فعلون و مثل فلسون. دویم کسره یا که فتحه. دویم فتحه فعلون و مثل چی؟ فرسون. دو وزن شد. سوم وزن
فاعیلون کسره، فاعیلون به مثل کتفون. چهارم حرکت دمه هست. پس چند تا شد؟ 4 تا شد. ببینید عضدون، فعلون، فعلون. 4 باب ما گرفتیم. این طور از یاد کردن آسان تره. فتحه میتیم، این را 4 حرکتش میتیم. ساکن، فتحه، کسره، دمه. دیدید؟ اکنون بیایید فی کلمه را باز نگاه میکنیم که کسره دارد. دقت بتید، فی کسره دارد. پس این حرکت ما میگیریم، در جای این چی میمونیم؟ در جای این ما کسره میمونیم. وقتی کسره که موندیم با این 4 حرکت دیگر را قبول میکند. چند تا میشه؟ 4 و 4 8 تا. ببینید فی فعلون و مثل حبرون، فی علون و مثل چی؟ و مثل عنبون، فی علون و مثل عنبون. اکنون فی علون، فی علون نمیشود، در اینجا دمه را قبول نمیکند. یکمین حرکت را که ما بهم بردیم چی بود؟ دمه بود. دمه را قبول نمیکند. وقتی که عین با کسره دادیم دمه را پیش قبول نمیکند. دقت بتید این را. پس فی عیلون، ای بیلون. دیدید 3 تا شد. این 3 تا قطعی اون 4 تا اول چند تا شد؟ 3 و 4 7 تا. 7 تا بابا ما گرفتیم. اکنون ما فی کلمه را نگاه میکنیم چی است؟ دمه است. در اینجا ببینید قفلون، فعلون. پس این حرکت کسره را میگیریم، در اینجا دمه میمونیم. وقتی دمه که موندیم این با 3 حرکت دیگر را قبول میکند. 3 حرکت. یکم حرکتش فعلون، ساکن قطعی و مثل قفلون. دویمش فعلون، فتحه را قبول میکند و مثل سوردون. و سیمش اکنون دمه را قبول میکند، کسره را قبول نمیکند. وقتی که ما فی کلمه را دمه که دادیم عین باب دمه را قبول میکند که کسره را قبول نمیکند. پس میشود چی؟ فعلون و مثل عنقون. چند تا شد؟ این 3 تا قطعی، اون 7 تا 10 تا. پس انا همین 10 تا باب. پس شما میتونید این طور از یادش کنید. این طور آسان تر است. اما اکنون دو بابی که در زبان عربی نیست، اون کدام باب ها بوده است؟ دقت بتید کدام باب ها است؟ یکم فعیلون. دقت بتید فعیلون. این طور کلمه در زبان بر همین وزن کلام در زبان عربی کلمه نیست. دومش فعلون، فعل کسره بتیم عین دمه. فعیلون، فعلون گفتنی کلمه در زبان عربی نیست. اگر رفتو که ما دیدیم پس اون اصلش دیگر چیز است، ایرا شاذ میگویند. و مثل فعلون و مثل دو ایلون، یک کلمه داریم ما دو ایلون. ببینید دو ایلون، این طور کلمه اصلا در زبان عربی نیست مگر نمی یک تا برای مثال است و بس، دیگر نیست. دوم فعلون نیست به مثل حبوکن، حبوکن. حبوکن گفتن کلمه در زبان عربی همچنین به همین وزن، فقط حبوک نه، همین وزن قطعی کلمه نیست، فقط حبوک برای مثال آوردند و استفاده میبرند. دیدید؟ پس انا همین دو وزن از این گفتگی ما چطور گفتیم که اگر دمه باشد کسره نیست، اگر کسره باشد دمه نیست. انا همین دو تا است. همین دو وزن قطعی ما اسم وزن اسم ما نداریم. پس این بود بابهای ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد به همین به پایان رسید. اکنون میگذاریم به بعدش که صاحب کتاب چی میگوید، یا یک بار از بالا کتاب میخونه میگه فصلون. اسم ثلاثی مجرد رو 10 صیغه است: فلسون، فرسون، کتفون، عضدون، حبرون. در تحت حبرون ترجمه کرده است که دانشمند، اما این غلط و خطا است. حبرون رنگ می شود. حبرون باشد اگر بعد در این صورت می شود دانشمند، عالم. حبرون چطوره که عبدالله ابن عباس رو میگه حبر الامتی، یعنی عالم امت. عبدالله ابن عباس حبر الامه هست، یعنی که عالم امت است. حبر نه، حبر رنگ میگن، حبر عالم. پس این بود 10 بابی ثلاثی مجرد. میگذاریم به بابهای بعدیش که صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که و مزیدون فیه وی بسیار است.
صاحب کتاب میگوید و مزید فیه وی بسیار است. یعنی که ثلاثی مجرد 10 تا باب داشته، لیکن مزید فیهش چی؟ ثلاثی مزید فیه، این مزید فیهش خیلی زیاد است. حرف زیادتی داشته باشد خیلی زیاد است که هیچ کسی حسابش کردگی نیست. یا بعضی جاده میگویند تقریبا 380 یا 400 وزن است میگویند، اما اونها را یکم کتاب ده خونده نخونده ایم یا کمتر گپا هست، اما وزنو چطوره که اینها را از یاد میکنیم، این طور گپ برای از یاد کردن نیست. همطور گپا هست که 300 چند و 400 و نمیدونم، همین خیلی گپا. اما از بسیاریش در کتابا چیکارش نکردن برای حفظ کردن، چطوره که در ثلاثی مجرد این کارا کردن، ثلاثی مزید این کارا نکردن. اکنون میگوید که و اسم رباعی مجرد رو 5 صیغه است. اکنون این را ما خلاص کردیم، ثلاثی مجرد رو. ثلاثی مزید رو گفتیم خیلی عدد زیاد دارد، میگذاریم در رباعی مجرد قسم دوم ده. رباعی مجرد همگی 5 تا باب دارد، بسیار نیست. این 10 تا بود، این چند تا است؟ 5 تا است بس. اکنون 5 تا چی است؟ صاحب کتاب میگوید که 5 صیغه است. یکمش جعفرون، دقت بدید، یکم وزن جعفرون. اکنون ما در رباعی مجرد باید یک لام از زیادتی کنیم، نه؟ گفت یک بار لام تکرار می شود، یا لام اصلی ف و عین لام، یا لام دیگه زیادتی میکنیم 2 تا لام می شود در آخر. ببینید همش 2 لامی دارد. چرا؟ زیرا که رباعی است، 4 حرفه است، 4 حرف اصلی. اکنون دقت بدید، یکمش حرکتی فتحه دارد، ما حرکتش میتیم. حرکت های ترازو را قطعی موزون یک خیل میکنیم. جعفا. ببینید آخران حرفش اکنون این وابسته به علم نحو است، لیکن این 3 تا وابسته به علم صرف است. جعفرون، فعللون. دیدید؟ جعفرون بر وزن چی میشده است؟ فعللون. این اسم است. فعللون اسم است. یکم وزن رباعی مجرد. دوم وزن رباعی مجرد درهمون بر وزن چی است؟ فعللون. دقت بدید، فعل در حلمون لون، درهمون فعللون. این دوم وزن است. درهم یعنی درهم. جعفر این نام آدم. اکنون سومش زبریجون بر وزن چی است؟ فعلی لون، 2 تا لام. زب به ساکن عین ساکن کردیم، فعل زب ری جون لیلون، زبریجون فعلیلون. این دوم وزنی رباعی مجرد. سیوم وزنش این زبریجون یعنی زینت، مثلا دستمانه و گردن بند و گوشوار زینتی که زن خودش را زینت میده، همون را میگن چی؟ زبریجون، چیزهایی زینت دادن زنها. و چهارم وزن چی است؟ برثونون. برثونون بر وزن چی است؟ فعلولون. برثونون بر وزن فعلولون. برثونون بر وزن چی است؟ فعلولون. اکنون برثون یعنی پنجه شعر. برثون چرا میگن؟ پنجه شعر. اصلا این مدل وزن ها در کار است، اما معناهاشون قدر مهم هم نیست. اگر دانستیم خوب. برثونون بر وزن چی بوده است؟ فعلولون ترجمهش پنجه شعر. آخرین وزن رباعی مجرد، آخرین وزنش این چی است؟ قیماطرون. قیماطرون بر وزن چی است؟ فعلون. قیماطرون فعلون. دقت بدید، فعلون. اکنون قیماطرون معنی ترجمهش صندوقچه. قیماطرون معناش ترجمهش صندوقچه. پس آخرین وزنش فعلون بوده است، قیماطرون. با همین رباعی مجرد با آخر رسید. اکنون صاحب کتاب میبینیم چی میگه؟ میگه که اسم رباعی مجرد رو 5 صیغه است. اسم رباعی مجرد همگی 5 وزن دارد. یکمش جعفرون، چطوره که دیدیم. دومش درهم. سومش زبریجون و چهارمش برثونون و پنجمش قیماطرون. این 5 تا وزن رباعی مجرد هم با آخر رسید. اکنون میگه که و مزیدون فیهی وی کمتر است. اکنون رباعی مجرد مزیدون فیش خیلی کم است، و مثل این نیست.
یعنی که گفتیم رباعی مزید تقریبا 400 تا 400 چند تا است، اما این چی نه خیلی کم است. در کتاب ذکر نشده است، اما عدد چون خیلی کم می باشد. رباعی مجرد، رباعی مزید، رباعی مجرد 5 تا باب داره، چطوری که گرفتیمش. اکنون در دوام کتاب صاحب کتاب میگه که و اسم خماسی مجرد رو، و اسم خماسی مجرد رو 4 صیغه است. اکنون میگذاریم در خماسی مجرد، خماسی مجرد هم اگه میگه 4 وزن دارد بس، 4 صیغه 4 شکل دارد، 4 وزن دارد و بس، بسیار نیست. اکنون 4 وزن چی است؟ یکمش سفر جلون. ببینید سفر جلون. اکنون ما در رباعی مجرد یک لام زیاد کردیم، یا لام اصلی بود یا تا زیاد کردیم. در خماسی مجرد چیکار میکنیم؟ 2 لام زیادی میکنیم. دیدید میشه فعل لالون، 2 تا لام زیاده، همگی میشه 3 لام. در بدايه گفتیم که اسم خماسی را ف و عین و 3 لام است. ببینید اسم خماسی ف و عین و 3 تا لام است. اکنون حرکت گذاریش یکمش سفر جلون بر وزن فعل. دیدید فعل للون، آخرش گفتیم از علمی نحو است. سفر جلون بر وزن چی بوده است؟ فعل للون، سفر جلون. این یکم وزن خماسی مجرد. دوم وزن خماسی مجرد، وزن دومش قذعملون. حرکت را دقت بتید، همون در بالا گفتگی ما ف و عین 3 تا لام است، لیکن حرکتاش فرق میکند. قذع فعل، ببینید قذع فعل میلون میشود لیلون. دیدید پس چی شد؟ قذع میلون بر وزن چی است؟ فعل لیلون. قذع میلون بر وزن فعل لیلون. اکنون بعد از این سیوم وزن خماسی مجرد این چی است؟ جحمریشون. چی است؟ جحمریشون بر وزن فعل فعل لیلون. جحمریشون بر وزن مریشون للیلون، 3 تا لام للیلون. دیدید جحمریشون بر وزن فعل للیلون. و آخرین باب رباعی خماسی مجرد این قرطعبون است، بر وزن چی است؟ فعللون. قرطعبون فعللون، فعللون. پس این آخرین وزن چی است؟ رباع خماسی مجرد. اکنون صاحب کتاب رو میبینیم چی میگه؟ میگه که و اسم خماسی مجرد رو 4 صیغه است، همگی وزن خماسی مجرد 4 تا هست و بس. یکمش سفر جلون. ببینید سفر جلون، سفر جلون یعنی چی؟ یعنی سبی بهی، در بدان خواندگی بدیم. قذعملون دوم وزن قذعمل است، بر وزن فعل لیلون. قذعملون یعنی شتوری قوی و شتوری با قوت رو میگویند. و سیوم وزنش جحمریشون بر وزن جحمریشون بر وزن فعل لیلون. فعل لیلون جحمریشون بر وزن فعل لیلون. ترجمهش چی است؟ یعنی پیرزن، زنی کلانسال. جحمریش گفته زنی کلانسال رو میگن. آخرین وزن قرطعبون بر وزن فعللون، یعنی چیزی قرطعبون ترجمهش چی است؟ یعنی چیزی ناارزش، بی ارزش، یا چیزی حقیر. چیزی حقیر را قرطعب میگن. فعللون بر وزن فعللون قرطعبون. خب این بود خماسی مجرد. با همین خماسی مجرد هم با آخر رسید. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که و مزیدون فیه بغایت اندک است. و مزیدون فیه وی بغایت اندک است. بغایت اندک است یعنی که بسیار کمی بد است. بغایت اندک است یعنی که خیلی زیاد کم است. اکنون چی میگوید؟ و اوزان او 5 است. اکنون میگوید خماسی مزید، خماسی مزید همگی 5 تا وزن دارد و بس. همگی چند تا وزن داشته است؟ 5 تا. خب 5 تا چی است؟ یکمش غضرفوتون. ببینید غضرفوتون این خماسی مزید است. ف و عین و 3 تا لام حرف زیادی باید داشته باشه هر یک کدامش. پس شما در دفتراتون هر یک را شروع کرده، خوب کرده نوشته، دقت چی زیاد شده، چیکار کردی، که جدا حرکت چی دادی. پس در اینجا اگه آمدی حرفای زیادی را همه چی است. در اینجا غضرفوتون
بر وزن فعللول. دقت کنید، غض فعللول. در اینجا حرف زیادتی چی است؟ حرفی واو است. حرفی واو حرف زیادتی است. اما این ف و عین و سه تلام اصلی است. غین و ضاد و ر و ف و ت حرفای اصلی کلمه است. پس غضرفوتون بر وزن فعللول. این را دقت بدید. یکم وزن. دوم وزن قبعثرا بر وزن چی است؟ قبعثرا بر وزن چی است؟ فعللا. پس معلوم شد در آخرش یک یا حرف زیادتی است. اما قاف و ب و عین و ث و را حرفای اصلی است. ف و عین و سه تلام حرفای چی هستند؟ اصلی هستند. و سوم وزن خماسی مزید قرطبوسون. قرطبوسون بر وزن فعللول. در اینجا هم واو زیادتی است، چطوری که در اینجا بود، فقط وزن ها فرق داره. این فعللول بود، این فعللول است. وزن ها را دقت بدید. فعللول وزن یکم است، فعللول وزن دوم است. هر دین ها دا واو حرفای زیادتی است. و چهارم وزن خماسی مزید خزعبیلون بر وزن چی است؟ فعللیلون. در اینجا حرف زیادتی چی است؟ حرف یا است. حرف یا. ف و عین سه تلام اصلی است، حرف یا زیادتی است. پس خ و ز و عین و ب و لام حرفای اصلی خماسی مزید است. و آخرین وزن و ترازوی خماسی مزید این خندریسون است. خندریسون. خندریسون بر وزن چی است؟ فعللیلون. در اینجا هم حرف زیادتی چی است؟ حرف یا. حرف یا زیادتی است. فقط در باب چهارم فعللیلون است. فعللیلون. در باب پنجم، در باب چهارم فعللیلون است. خزعبیلون. در باب پنجم چی است؟ فعللیلون. دقت بدید. فعللیلون، فعللیلون، فعللیلون. باب چهارم فعللیلون، باب پنجم است. این ترازوش است. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که و مزیدون فیهی وی بغایت اندک است. و مزیدون فی خماسی خیلی کم است و اوزان او 5 است. وزنهاش همگی میگه چند تا است؟ 5 تا است. چطوری گرفتیم؟ یکمش غضرفوتون. غضرفوتون بر وزن فعللولون، ترجمهش یعنی تمساح. تمساح را میگویند. و قبعثرا بر وزن فعللا، ترجمهش قبعثر یعنی شتری قوی رو میگویند. قرطبوسون فعللولون. قرطبوسون فعللولون. ترجمه قرطبوسون یعنی شتری کلانسال، شتری پیر رو میگویند. قرطبوس فعللول. و چهارم وزن خزعبیلون. خزعبیلون. و پنجمش خندریسون. خزعبیلون بر وزن فعللیلون. پنجمش خندریسون بر وزن فعللیلون. پس این بود بابهای ثلاثی مزید. بابهای ثلاثی مزید. معذرت میخوام، بابهای خماسی مزید. با این 24 تا وزن اسم ها را ما همچنین گرفتیم. ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد، خماسی مزید. این همه وزن های اسم ها هست. با همین وزن اسمم اکنون به آخر رسید. و در دوامش صاحب کتاب میگه فعل ثلاثی مجرد را 3 صیغه است. این هم شما میدونیم. فعل های ثلاثی مجرد 3 صیغه دارد، یعنی فقط فعل های ماضی را در نظر دارد، مضارعش نه. ما گفتیم که باب یکم و دوم و سوم ف عین هر دوش فتحه میگیرند، فعل. و باب چهارم و ششم فعیله بود، فعیل عین کسره میگیرد. و باب پنجم فعول بود، عین ضمه بود. این همون را در نظر دارد. باب پنجم، باب یکم و دوم و سوم رو میگوید چی است؟ نصره. باب چندم است نصره؟ باب یکم نصره ینصرو باب یک. و علیمه باب چند است؟ باب چهارم علیمه یعلمو. و شرفه باب چند است؟ باب 5. پس در اینجا برای ما فقط فعل ماضی را گفت، اما فعل مضارعش نگفت. علیمه نصره فعل مضارعش چی می شود؟
علم فعل مضارعش چی می شود و شرف فعل مضارع چی می شود نگفت، فقط فعل ماضیش گفت که 3 بنا دارد. ما شما این رو در بدان خواندیم، اما ما فعل ماضی و مضارع همگی خواندیم، گفتیم 6 بنا دارد ثلاثی مجرد. و مزید فیه وی بسیار است. اکنون میگه که ثلاثی مزید خیلی زیاد است. ما شما خوندیم 12 باب است دیگه، را ما شما میدونیم. چون که بیاید در آینده باز این صاحب کتاب میارد ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید را میارد. و فعل رباعی مجرد رو یک بناست. فعل رباعی مجرد یک وزن دارد. ما شما را همچنین خوانده بودیم باب 19 باب دحرجه. این باب چی است؟ رباعی مجرد، یک باب دارد و خلاص. و بر وزن فعلله، دحرجه بر وزن چی است میگه؟ فعلله. و مزید فیه و اندک است. و مزید فیه یعنی رباعی مزید کم است. گفتم چند تا است؟ همگی 3 باب است. همگی 3 باب دارد. باب تدحرجه، باب احرنجمه، باب اقشعر. همین 3 باب دارد و خلاص. برای خاطر گفت که مزید فیه و اندک است، خیلی کم است، چنانکه مذکور شود. اکنون میگه ما آینده با ذکرش میکنیم. بابای ثلاثی مجرد کدام است، ثلاثی مزید کدام است، رباعی مجرد کدام است، رباعی مزید کدام است، اون رو میگه همه شما در آینده ان شاء الله بیان خواهیم کرد. پس این بود درس امروزه ما و شما از صرف میر، درس دوم. و در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانم. باز هم برای طولانی شدن درس از یک شما معذرت میخواهم. نخواستم که اینها را کوتاه یا درس های زیاد بکنم، از این حساب همه‌شون را یک درس کردیم، مگر هرچند وقتی درسم طولانی شدگی باشد لیک از فایده خالی نیست. پس در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و سربلند باشید. تا درس آینده الله حافظ و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.